و فالوورای پیج دکتر تیونینگ کیامر و پیدیار کیامر. امروز هم میدونه کیلومتر پژو 405 رو داریم برای تعمیر آوردن که آمپر بنزینشون ایراد داره. بریم که ایشالله تعمیرش کنیم و تحویل مشتری دوست داشتنیمون بدیم. همچنین کیلومتر وانتو که یکی از همکاران عزیزمون فرستادن واسمون، بریم برای تعمیرش و تستش کنیم انشالله. بعد خودروی پژو 405 رو داریم که برای شارژ گاز تشریف آوردن که انشالله دومین شارژ گاز امسالمون میشه به امید خدا، که بریم واسهشون نشابی کنیم و شارژ گازش انجام بدیم. و خودروی پژو پارس که داره انجام شارژ مجدد میشه که انشالله بره برای تستش. و همچنین خودروی L90 داشتیم که برای تعمیر دسته چراغ تشریف آوردن به مجتمع فنی ما. سپاسگزاریم که پیج ما رو دنبال میکنید. امیدوارم ما رو به دوستانتون معرفی کنید و خیلی ما رو به اشتراک بذارید. یا علی مدد، بدرود.